در تاریخ آمده است به رسم قدیم روزی شاه عباس کبیر در اصفهان به خدمت عالم زمانه شیخ بهایی رسید. پس از سلام و احوال پرسی از شیخ پرسید در برخورد با افراد اجتماع اصالت ذاتی آنها بهتر است یا تربیت خانوادگیشان؟ شیخ گفت هرچه نظر حضرت اشرف باشد همان است، ولی به نظر من اصالت ارجح است. و شاه برخلاف او گفت شک نکنید که تربیت مهمتر است. بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچ یک نتوانست یکدیگر را قانع کند. به ناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند. فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید. بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید. سفره‌ای بلند پهن کردند، ولی چون چراغ و برقی نبود مهمانخانه سخت تاریک بود. در این لحظه پادشاه دستی به کف زد و با اشاره او 4 گربه شمع به دست حاضر شدند و آنجا را روشن کردند. در هنگام شام شاه دستی پشت شیخ زد و گفت دیدی گفتم تربیت از اصالت مهمتر است؟ ما این گربه های نااهل را اهل و رام کردیم که این نتیجه اهمیت تربیت است. شیخ در عین اینکه هاج و واج مانده بود گفت من فقط به یک شرط حرف شما را میپذیرم و آن اینکه فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنند. شاه که از حرف شیخ سخت تعجب کرده بود گفت این چه حرفی است؟ فردا مثل امروز و امروز هم مثل دیروز. کار آنها اکتسابی است که با تربیت و ممارست و تمرین زیاد انجام می شود. ولی شیخ دستمردار نبود که نبود، تا جایی که شاه عباس را مجبور کرد تا این کار را فردا نیز تکرار کند. لذا شیخ فکورانه به خانه رفت. اون وقتی از کاخ برگشت بیدرنگ دست به کار شد. 4 جوراب برداشت و 4 موش بخت برگشته در آن نهاد. فردا او باز طبق قرار قبلی به کاخ رفت. تشریفات همان و سفره همان و گربه های بازیگر همان. شاه که مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تأکیدی بر صحت حرفهایش میدید، زیر لب برای شیخ رجز می‌خواند که در این زمان شیخ موشها را رها کرد که در آن هنگامه‌ای برپا شد. یک گربه به شرق و دیگری به غرب، آن یکی شمال و این یکی جنوب. و این بار شیخ دستی بر پشت شاه زد و گفت شهریارا یادت باشد اصالت گربه موش گرفتن است. گرچه تربیت هم بسیار مهم است، ولی اصالت مهمتر. یادت باشد با تربیت میتوان گربه اهلی را رام و آرام کرد، ولی هرگاه گربه موش را دید به اصل و اصالت خود بر میگردد و شیر نااهل و ناآرام و درنده میشود.